این نوبت نیز مواد دارویی ضد ویروسی و ملهای طبی ضروری که با نظر داشت پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 در مملکت نیاز مردم به آنها بیشتر گردیده است، از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود شهریار 2000 مقدار زیادی مواد دارویی وارد کشور شد. بیشتر مواد دارویی وارد شده را داروهای ضد ویروسی ازیترومیتین، امیکاتین، اربیدول، ویفرون، کیپفرون، سیکلافرون، ارگافرون، انافرون، محلولهای رینگر، محلولهای آنتیسپتیکی، دستپوشک، حرارتسنج و دیگر مولهای طبی ضروری همه‌روزه زیاد استفاده می‌شده تشکیل دادند. مسئولان جمعیت دارای مسئولیتش محدود شهریار 2000 اطلاع دادند که تمام موادها وابسته به طلبات وضع به عمل آمده در اساس همکاری با خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ترتیب داده شده از فدراسیای روسیه خریداری گردیدند. امروز از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود شهریار 2079 مواد دارویی از فدراسیای روسیه به جمهوری وارد گردید. 79 مواد دارویی به خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برای گذراندن تشخیص آزمایشی پیشنهاد گردیده. بعد گرفتن سرتیفیکات مطابقت همه این مواد دارویی با فیلیال های در نزد شرکت فعالیت نموده پیشنهاد گردیده به معاملات برآورده می شود. مواد دارویی وارد گردیده و مولهای طبی زیاده از 19 تن را تشکیل دادند. بیشتر مواد دارویی که از جانب شرکت مذکور به مملکت وارد می‌گردند در حالت درخواست مؤسسه‌های طبی و پروفیلاکتیکی و بیمارخانه‌ها به این مؤسسه‌ها رسانیده می‌شود. با نظر داشت پهنشوی سرایت کووید 19 که تمام جهان را نگران نموده است، حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی همچون مقامات مسئول جهت تامین داروخانه و بیمارخانه‌ها با مواد دارویی، محلول‌های آنتیسپتیکی و دیگر مولهای طبی از تمام امکانیت‌ها استفاده برده در اساس شرطنامه‌های همکاری مقدار ضروری دارویی را به مملکت وارد می‌نمایند. قید کردن ضرور است که بنا به معلومات رسمی واردات دارویی 5 ماهه سال 2020 از واردات دارویی 6 ماهه سال 2019 زیادتر است و مشکلی کمچینی دارویی امشب و روزها به چشم نمی‌رسد. زلفی رحیم‌زاده، آذر فتح‌الله، فیروز موسی، اخبار.